حسابی کلان با جای شکست شدیم، اما مطمئن هستیم که ملی پوشان کشور مسئولیت باز هم در خط اساسی جایگیر شدند. رقم 1 الک باکلوف در خط دروازه، بازیگران خط دفاع زهیر جوناربویف رقم 8، امیربек جورابویف رقم 10، علیشر جلیلов کشوری ایران است. کمیسر بازی محمود قرقره از فلسطین در خط دروازه رقم 1 ژورژینیو ژوزه دا سیلوا بازی میکنند و اینک ما صدای شکی داوری مرکز رو هم میشنویم. سعید واحد کاظمی اجازت داد که بازی آغاز شود. پیوست می شود شیروانی از کناری راست. شیروانی محمدشویف در این مبارزه حالا نتوانست کامیاب شود. بازی رفیقانه ضد بلاروس به قید گرفته شد. رسول توپ رو میبینیم خیلی بلند، اما مبارزه بازیگرانی ما دیده می شود و فرصتی بهترین حساب شده شد. دوستان گرامی، در آغاز رقابت امروزه دقیقه سیوم بازی و وحدت حنانوف گل اولی گلگزاری نوبت پای امروز قرار گرفتند. از این کامیابی خود البته استقبال میگیرند. من طور میبینید از وضعیت استانداردی طور بالاتر هم گفتم. پرتوفت به واسطه 16 به 24 تا زیاد کرده شد. اشتراک کننده مسابقه شویم. پرتوفتی خود رو میگذارند. ارسال نوبتی توپ و فرصت پیدا می شود. ضربه رو میبینیم، بسیار خطرناک بود این ضربه. و اینجا اکنون نخستی چپ پس میدید احسان. ضربه نوبتی از سیو و اینجا اکنون در نفتی باشد. خیلی زیاد ما رو در حیطی اولیه هم میدیدیم. اینجا اکنون از مسافه دور ضربه رو دیده ایستادیم، ولی نتیجه خوب هم دارد در حیطی باشگاه خود. وضعیت خطرناک باشه که بازیگرانی خودی ما برای این البته زودتر گل‌های نوبتی رو باید به هدف رسانیم. ارسال نوبتی توپ و باز هم احسان به توپ نمیرسد. احسانی پنجشنبه ارسال توپ از سوی و بسیار عالی امکانیت که اینجا باز هم از دست میرود و اینک ضربه او شرقی یکی از اونها از زنیویو است. اینجا دروازه‌بان جورابویف ادامه حمله همچنین سفروف پسیو. وضعیتی خطرناک است، اما ببینید ها آمدند و تلاش‌های زیاد هم میکنند. زهیر جورابویف پس به امیربek. اینجا فرصت هست، ضربه رو میبینیم اما امکانیت از دست میرود. همزمان افساید بود و حریف امکانیت پیدا کند. احسان پرتوفتی توپ از سوی و شانسی نوبتی بسیار عالی. از این قدر امکانیت ها حالا احسانی پنجشنبه با این گزارش خوبی خود و ضربه دقیقش برطرف هم کرده توانست. وضعیت خطرناک است اینجا، مثل آغازی فوتبالی در تاریخ پرتغالیا اونها خود را مانند هم کردند.